اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه آستانه، عزیزانی که الان ما رو میشنوید و یا بعداً برنامه های ما رو خواهید شنید. امروز همراه شما عزیزان درباره یکی از موضوعهای مهمترین زندگی، اون هم موضوعی که اگر ما اون موضوع را در زندگی خود کار برده توانیم، هم در داخل عائله خود و هم در داخل جامعه و این چنین در نزد پروردگار خود صاحب عزت و احترام می‌گردیم. آن هم مسئله دور بودن از چشم گرسنگی، چشم سیر داشتن و یا قناعت داشتن است. پیش از اینکه داخل این موضوع شوم، میخواستم سخن حضرت عایشه را به شمایان برسانم که حضرت عایشه میگویند اولین بلایی که یا اولین مصیبتی که پس از مرگ پیامبر بالای این امت نازل شد، این شکم سیر بود. وقتی مردم شکمشان از حد سیر می شود، دیگر بدنهای آنها پر از قوت می شود و شهوت آنها، خواهش‌های آنها، آن هم خواهش‌هایی که بر ضرر آنها هست، دارد جوش و خروش می کند. و برای همین وقتی مردم شکمشان سیر شد و از حد سیر شد، دیگر خواسته های دیگری آنها هم زیاد می شود. و بعضی از علما می گویند بدانید که هر کسی که تحکم کردن یا اینکه کنترل کردن خواهش های شکم خود را، خوردنی ها را به دست آورد، او تمام خواهش های خود را کنترل کردن می تواند. هر کسی که بالای نفس خود، که در تاجیکستان زیادتر نفس گفته خوردن را میگویند، بالای نفس خود، بالای خوردن های خود زور برآمدن نمیتواند. او اگر نخورم میمیرم یا هر چی خواستم باید بخورم میگوید، دیگر بالای تمام خواسته های خودش ضعیف می باشد. و شاید از این که مردم تربیت یابند، انسانیت بداند که گرسنه هم می شود زیست، انسانیت بداند که با یک برده نان قاق هم می شود زندگی کرد، انسانیت بداند که اگر تو ثروتمند باشی هم نباید تا حد اسراف بخوری و بپوشی. در شریعت اسلام روزه فریضه شده است، یعنی روزه‌داری که نفس انسان را تربیت میکند و انسان روزه‌دار تمام روز گرسنه است و بگاهی حتی میگوید یک لقمه نان قاق هم باشد برای من کفایه هست، مهم است که کمی باشد هم خوراک بخورم. و امروز با وجود این همه نعمت هایی که دارند مردم مسلمان و مردم تاجیکستان، چه در داخل چه در بیرون، هر چی باشد، هم مردم اکثریت گرسنه نیستند، علل خصوص خواهر و برادرانی در مهاجرت بوده. این همه خوردنی ها دارند، این همه پوشیدنی ها دارند. عجیبش این است که در اکثریت سیری را دیده نمی شود. مدام شکایت از بی‌لباسی، مدام شکایت از این خوردن و از آن خوردن و مدام شکایت بعضی خویش و تبار از این که خانه فلانی رفتم و برای من این نمود خوراکه آورد یا اون نمود خوراکه را خودش پخت و خودش خورد. پس امروز اگر سبب این همه بدبختی هایی که بدبینی نسبت همدیگر، کینه و عداوت، بالاتر از همه حسادت کردن که چرا او دارد و من ندارم، چرا به او محض این چیز نصیب شده است و به من نصیب نشده است، از کجا یافته است، چرا او یافته است. اینها همش برمیگردن و اینکه ما از آن چیزی که در دست خود داریم سیر نیستیم. و اگر انسان به هر چیزی که در دست خودش دارد به آن سیر باشد و گوید برای من همین کفایه است و او هم پروردگار داده است، شاید نصیب من هم این است و به آنی که در دست آنها هست من نباید نه حسادت کنم نه طمع بکنم، ببینیم که چقدر مشکلی های ما حل می شود. و از جهت دیگر مسئله خوردن که امروز دارن، گویا گمان میکنیم که خیلی مسخره باور است یا چیزی هست که جدی نیست، ولی یک بار درست‌تر فکر کنیم.
آیا زیادی جنگ و جنجال هایی که در خانه می شود، زیادی خفگی هایی که در وقتی مهمانی رفتن و یا کسی رو به مهمانی جیغ زدن می شود محض برای خوردن نیست؟ زیاد نیستن زنهایی که میگویند برای فرزندش این رو نخرید از خوراکواری. زیاد نیستن خوشتومنهایی که میگویند عروس برای من این نپخت و آن نپخت. زیاد نیستن عروسهایی که میگویند خوشتومنی من این خورد و خواهر شوهرم آن خورد. این گونه سخنها خیلی زیاد شنیده می شود و عجیب است چرا یک انسان به خاطر یک پاره خوراکواری یا یک کاسه آش یا یک مقدار شیرینی اینقدر خودش را پایان گیرد، اینقدر عزت خود را از دست دهد که به خاطر یک مقدار خوردنی اینقدر بعضی ها گریه میکنند، بعضی ها شکایت میکنند، بعضی ها به غیبت میروند. راست که مرا احترامم نکرد، یعنی طرز به من خوراک آورد که این تماما به احترامی بود، این مسئله دیگر. اینجا مسئله تلاش عزت است که نباید کسی ما را اهانت کند. مؤمن نباید نفسش را در یگان جا اهانت کند. اما در ما مسئله های خوردن یا کم نیستن شوهرهایی که به خاطر خوراک این گونه بودن یا اون گونه بودن اینقدر در خانه جنگ و جنجال میبردارن و یا کم نیستن زنهایی که نصف عمر آنها در پختن میگذرد. و از همه عجیب است، بنده خیلی تعجب میکنم راستی از خواهرانی که اون چیزی که پختن یا خوردن زیر دسترخوان خود گذاشتن یا به فرزند خود دادن یا به کسی دیگر، اونجا در جایی که باید همه ببینن یا به گفتی اصطلاحی خودمان یا روسی استاتوس خود میمونن، بر رکلام میگذارن که ببینید که من چی خوردم یا چی پختم یا چی خورده ایستادم. یعنی انسان تا این اندازه در برابر خوراک، در برابر خوردن که خوردن برای زیستن است، خودش را پایان کند که ببینید که قدر این خوراک چی است یا قدر شکمی من چی است. و چیزی دیگر هم در لباس هم عیناً هست و در لباس هم دیده می شود، اما تا این اندازه تا رکلام ها نرسیده است در زنها. و مسئله دیگر مسئله هایی که درباره خوردن الان روز از روز وسیع می شود. همگان می دانیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخران زندگی خود کمبغل نبودند، شرایط خوب هم داشتند و همسران پیامبر علل خصوص پس از مرگ پیامبر هرگز کم دست نشدند. با دستشان تنگه های زیاد، تله های زیاد، همچون قسمت همسران پیامبر از خزینه دولت به دستشان می رسید. ولی به زندگی کدام از زنهای پیامبر نگاه نکنید که بنده زندگی آنها را یک به یک در کانال دیگر گفته گذشتگی هستم، همشان میگویند خوردنی کم داشت اما صدقه های زیاد داشت. یعنی عزت را، شرف را آنها در خوردن نمیدیدن، خرسندی را در خوردن نمیدیدن. خرسندی آنها این بود که کسی را خرسند کنند، به خاطر الله کاری کنند، به کسی چیزی دهند. علل خصوص حضرت عایشه، خادمه حضرت عایشه میگوید خودش روزدار بود، اما اون چیزی که همون روز به دستش می آمد دویده برآورده صدقه میکرد که نباید در خانه من پول بیستد، چیزی بیستد، باید این به صاحبانش برسد. و این تربیه از پیامبر گرفتهشان بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم صحابگان خود را همین گونه تربیت کرده بودند که کجا رسد. الان میبینید عرب و عجم در کشورهای مسلمان خوردن و در خوردن غوطه زدن و غرق خوردن شدن و دیگر در برابر خوردن هرگز خود را کنترل کردن نتوانستن روز از روز دارد می افزاید. باره حدیث در ابن ماجه در بیهقی است خطا نکنم، صحابه به نزد پیامبر می آید که از زیاد خوردن به زور نفس می کشید. یعنی اینقدر خوراک زیاد خورده بود که دیگر نفسهایش شنیده می شد، چون انسان زیاد خوراک خورد برای نفس دیگر جای نمی ماند. پیامبر بعد از این می گویند این چی نمود خوردن است؟ اکثریت آنهایی که زیاد سیر می شوند در دنیا در قیامت زیاد گرسنه می مانند. نباید تا این اندازه بخورید. و اگر به حدیث نگاه کنیم آیا پیامبر خوراک نخورید؟ گفتن نه، البته مسلمان باید بخورد، حلال طیب بخورد، این هم عبادت است. اما خوردن تا اندازه‌ای که دیگر راه رفتن نتوانی، دیگر درست نفس کشیدن نتوانی، دیگر باید همیشه خوابیده بایستی، یا اینکه دیگر فراموش کنی گرسنگی چیز تا حد اسرافی که دیگر به سلامتی خودت هم زیان برسانی. انا این گونه امروز
تصور کنیم اگر خواهران مسلمانی ما، برادران مسلمانی ما بگویند من قناعت به کم میکنم، من زیاد درباره خوردن فکر نمی کنم، زیاد برای خوردن صرف نمی کنم، و خواهران رو هم که بسیار شوهرها میگویند از این و از آن، به نزدیکی بود خواهر میگوید تمام روز باید برای شوهرم چند نمود خوراک آماده کنم، پس برای تربیت فرزندها وقت کجا می رود؟ برای تربیت شخصیت خودت وقت کجا می رود؟ برای عبادت پروردگارت وقت کجا می رود؟ اگر تو تقریبا 6 ساعت در آشخانه و در آشپزخانه باشی و ببخشید و فردا باز همین کار دوام دهد. و اگر بالای خوردن خود چگونه که گفتیم انسان کنترل کرده تواند، بالای خواسته های دیگری خود هم می تواند کنترل کند. و چیزی دیگر درباره اینکه بعضی ها گمان میکنند اون چیزی که رزق حلال است باید از آن بخوری. الله هست که میگوید کلوا و اشربوا. آره الله میگوید کلوا و اشربوا، در دوامش میگوید ولا تسرفوا. هر چیزی که از حدش گذشت دیگر و اسراف می شود. و مهمانداری هایی که با این نمود میگذرد و خانه هایی که این نمود با سری از حد زیاد اسراف است، از بیماری هم خالی نیست، از گناه هم. چطوری که سخن حضرت عایشه است، انسان وقتی از حد شکمش سیر دیگر او میتواند درباره چیزهای دیگر، غلطهای دیگر هم فکر کند. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم به جوانها گفته بودند اگر شما شرایط دارید زن بگیرید، شرایط ندارید روزه بگیرید. روزه‌داری یعنی شکم گرسنه سبب پیشگیری شهوات و گناه ها می شود. و چیزی دیگر این است که در مسئله خیلی که گفتم خرید و پختن، گویا امروز در خوردن هم دارن مردم تقلید میکنن. فلانی پخت است من هم باید بپزم، فلانی خورده است من هم باید بخورم، فرزندانی فلانی این میخورده است من هم باید بخورم. ولی این تا کجا صحیح است؟ شاید خوراکی که شما مثل آنها میخورید برای شما ضرر دارد. شاید خریدی که شما شوهر رو مجبور میکنید یا شوهر خودش چرا فرزندان من از فرزندان برادرم یا همسایم مگر کم از تنگیان خرید میکند، شاید شرایط اقتصادی او نمیبردارد. ولی برعکس این از اول تا همین روز در با کدام کتاب های طب نگاه نکنید، با کدام احادیث پیامبر نگاه نکنید درباره خوردن، میبینید که گرسنگی چقدر فایده ها دارد و سیری چقدر ضرر ها دارد. و البته درباره زیادی وزن و کسلی های 1001 نموده‌ای که سببش محض زیاد خوردن است، شاید یک و یک شما خبر دارید، خبر نداشته باشید، حتما توصیه میکنم در این باره یکی ببینیم. برای آنکه امروز زیاد خوردن بجز اینکه به سلامتی ضرر رساند، به روان زیادی ها، به اخلاق زیادی ها تا اندازه ضرر رسانیده ایستاده است. علل خصوص در مهمانی هایی که به خاطر خودنمایی، به خاطر دسترخوان من از آن بهتر شود و چیزی دیگر، و ما فراموش کردیم که در کنج شاید در همین خود وطن ما خواهر گرسنه است، چندین روز است که بجز نان چیزی از گلویش نمیگذرد، هیچ چیز ندارد، یا پیرزن به دارو نیاز دارد، و یا یک خیش تبار خودمون شخصا مثل ما او نمیتواند حتی در یک روز یک خوراک کوچکی را برای فرزندانش آماده کند. ما باشیم شرایط دارم شکر الله نعمت پروردگار گویان 1 2 3 4 5 نمودهای زیاد پخته و در استاتوس ها گذاشته و باز فردایش یک چند نقشه های دیگر داریم که به الله قسم این اخلاق اسلام نیست. در جای پیدا نمی کنید که عایشه برای من این را نپختی آن را نپختی گفته باشد. در جای در همسران پیامبر، در صحابگان پیامبر پیدا نمی کنید که برای خوراک این خوردن و آن خوردن با هم دیگر جنگ و جنجال کرده باشند، یا اینکه برای خوراک با هم قهر شده باشند، یا اینکه درباره چی پختی و چی خورده سالها و روزها با هم صحبت داشته باشند. و مسئله دیگر مسئله خرید یا سیر نشدن در لباس است. سیر نشدن در خوراک اگر ساعت ها صحبت کنم هم کم نمی شود. و سیر نشدن در لباس هم، چشم گرسنگی در لباس هم و نزدیکی بود. شاید خواهران عزیز در خاطر داشته باشند در یکی از درسایی که پخش مستقیم بود من سوال کرده بودم که خواهران عزیز شما نامتون رو به کسی نمیگیرم، بگوید در خانه چند تا کرته دارید، که همه با هم خنده کردند و کسی نمیتوانست جواب دهد، دارم که خیلی زیاد هم دارن. مسئله سیر نشدن به لباس در زنها و این چنین این تربیه رو به فرزندان دادن
که فرزند باید داشته باشد هم او باید بخرد برای آن که دیگر موسم جدید آمد یا مود جدید آمد، یا اینکه دوستی او خرید کرد، یا به ناگهان در استاتوس کسی دیدیم که انا این گونه برآمده است، و یا در آن هزار و یک نمود گروه های تجاری که امروز دیگر زنها رو غارت میکنن، هم اخلاقا و هم مادیان با پولشان، در آنجا دیدیم و گفتیم نه به فرزند من میزیبد از آن بگیرم بپوشانم. در حالی که هر فرزندی که اینقدر با سری لباس بزرگ می شود، با سری خوردنی ها بزرگ می شود، هرگز از او انتظار نشوید که یک مرد، یک جوان مرد، یک زنی صبور بزرگ می شود. همیشه در ما شعار بزرگ علما هست: بدانید که از شدت و تصنع الرجال، شدت و سختی ها مرد می سازد. وقتی سختی می آید مرد بزرگ می شود. یا دختر شجاع قویه که او برابر گرسنگی و بی‌لباسی صبر کرده می تواند و نه خود را به دریا می پرتاید و نه کاری دیگر می کند. و برعکس این وقتی از حد فراغ دستی شد، از حد نعمت ها از بالا ریخت، دیگر انسان های ضعیف یا آنهایی که قوت نه جسمانی دارند نه قوه اراده و روانی دارند بزرگ می شوند. برای همین در این مسئله هم باید علل خصوص این موضوع من خیلی خاص است برای خواهرها، برای آنکه در مردها شاید از اینکه رابطه ما زیادی نیست در این چیزها کم دیده می شود، اما در زنها خیلی دیده می شود. تقلید در خریدن لباس، تقلید در پوشانیدن، تقلید در خوردن، یعنی حیات ما دیگر. در حالی که تصور کنید انسان به دنیا آیا فقط برای خوردن آمد، آیا برای پوشیدن آمد؟ اگر کودک شما یاد بگیرد که پول همین لباسش را او برود بدهد به یگان کمبغل، یا کمبغل نه، به مادر بزرگ و پدر بزرگ خودش، به عمه که محتاج است، به خاله که محتاج است، چی برکتی هم در سلامتی او، هم در عمر او و هم در تمام کارهای آینده او می شود. برعکس اینکه این بار پوشید او هم سیر نشد، باز بار دیگر بپوشد. و چیزی دیگر این است که در ما روایت صحیح آمده است درباره حضرت عمر. بار حضرت عمر صحابه را میبینند که خرید دارند و در دستشان خرید هم هست. حضرت عمر این چی است که تو خریدی؟ میگویند. اون نفر میگه اشتهیت، یعنی خواستم خریدمش. حضرت عمر میگویند افکلما اشتهیت اشتریت، آیا هر چیزی که انسان خواست باید بخرد؟ باید ما اینگونه تربیت شدیم؟ یعنی ما مسلمان ها چی خواستیم باید بخریم؟ اما مسلمانی، اون قانون شریعت، اون اخلاق ما که اینگونه نبود. ما به چیزی که نیاز داریم میخریدیم، و چیزی که نیاز نداریم میتوانیم برای فرزندا پس انداز کنیم و قسمتی از آن رو هم حتما باید صدقه کنیم، که چون صدقه همیشه برکت زندگی و برکت سلامتی و خاندان است. یعنی این شعار صحابگان بود که نباید هر چیزی که میخواهی بخری، و این قانون زندگی آنها بود. برای همین درباره اگر به بعضی از حتی موقف هایی که در جاهلیت شده بود، یعنی پیش از اسلام نگاه کنیم، در زمان جاهلیت حتی به خاطر عزت، به خاطر اونکه مرا خیانتکار گفتی، مرا دزد گفتی، عزت مرا پایان کردی، با من مناسبت کردی که گویا من برده هستم، تو تحقیرم کردی، طعنه‌ام کردی، خونریزی ها میشد. و ابو سفیان حتی در زمان کفر میگوید من از اینکه مرا اطرافیانم دروغگو نگویند ترسیدم و دروغ نگفتم، چون دروغگو گفتن یک انسان عموما به عزتی به شرفی بود. و آنها به خاطر خوردن و به خاطر لباس با هم جنگ و جنجال نداشتند. آنها به خاطر عزت و شرف و ناموس با هم جنگ و جنجال داشتند، به خاطر آنکه کسی آنها را خائن نگوید، کسی آنها را دوست نگوید، دروغگو نگوید. اما عکس آن را امروز ببینید در جهان اسلام. به خاطر خوردن میتوانند دروغ بگویند، به خاطر پوشیدن زنهای کم نیستند که دروغ میگویند و من بیمار هستم گویان برای کرته پول میگیرن یا کرته هم نیست گویان. و این چونین کم نیستند مردهایی که به خاطر پول، به خاطر ماشین، چیزی دیگری برادر خود را، خواهر خود را، شاید دوستی نزدیکترین خود را فریب میکنند، خجالت هم نمیشوند که نام آنها به خیانتکار، به دروغگو، به دزد مال مردم میبراید. یعنی عزت اگر پیشتر در ناموس و در مردانگی و در مسئله های معنوی می بود، امروز برعکس مردم
عزت خود را به خاطر مادیات خوردن و پوشیدن و زیبا زندگی کردن دادن. ولی آیا در حیاتتان، در همین زندگی که الان داریم که مسئله خیلی میخواهد دربارش فکر کرد، به خاطر دارد که کسی رو به خاطر اون که خیلی خوش رو میخورد یا خیلی خوش رو میپوشید یا خیلی زیبا زندگی میکرد احترامش میکنند؟ همه به او حسادت میکنند، بعضی ها نفرت میکنند که اینقدر پرخور است یا اینقدر در لباس اسرافکاری میکند. اما یک نفر رو به خاطر عزتش دور نرود زندگی برادر عزت امان پروردگار به زودی نجاتش دهد، که خانه‌ای که در آن زندگی میکند و احوال خانه خواهرش را من در یوتیوب دیدم، راستی که به خاطرم از نفران صالحان آمد که اینقدر کمکش به مردم میرسید، اما چه خانه‌ای داشته است، خواهرش هم چه خانه‌ای در کجای زندگی کرده ایستاده است. یعنی با آن همه کمک، با آن همه مردانگی، با آن همه دواتازی که به خاطر هموطنان خود میکرد، همه عزیزش میدانند، همه دوست میدارن، دوستش میدارن. کسی نفر دیگری رو که هر روز خانه خود رو رکلام میکند، هر روز لباس خود رو، هر روز خوردنی های خود رو نو به نو، کسی او رو عزتش میکند، احترامش میکند، کسی او را احترام نمی کند. پس عزت در خوردن نیست، آرامش هم در خوردن نیست، آرامش هم در پوشیدن نیست. ببینیم که سالهای پیشتر وقتی اینقدر همه نمود لباس و خوردنی ها نبود، چقدر مردم آرام بودن، چقدر حتی در کشورهای کفر غیر مسلمانی پدری و مادری و فرزندی و خواهری و برادری بود، مادیات کمتر اما معنویات و اخلاق و محبت و صمیمیت بود. تا حال می رویم به نمودهای خیلی به خیلی خوردنی و پوشیدنی و خانه و ماشین، تا حال گویا که محبت ها از هم کنده شدن میگیرند و حتی نفرانی هستند که به خاطر یک لگندی آش مهمانی در خانه اشان آمده رو که فرض است که مهمان وقتی آمد به خانه بگیری میگویند نکاری کنید که به خانه داخل نشود، ما عائلوی این خوراکمون رو خوریم. حتی زنهایی هستند که به خاطر نیم کیلو شیرینی می توانند با خویش و تبار نزدیکترین شوهر و فرزندان شوهرشان چندین روزها قهری باشند که فلانی ها شیرینی که بود گرفتند و نپرسیده خوردن، که خیلی خجالت آور است که باید گفته شود. و چیز دیگر این است که در ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، حدیث از جبرائیل است که جبرائیل به پیامبر میگویند عزت المؤمن استغناؤه فی الناس. مؤمن زمان عزیز می شود که اون چیزی که در دست مردم هست از آن استغنا جوید یا اینکه بی‌نیازی جوید. معنیش این است که در تو هست خوش به حالت، در من نیست من شکر میکنم، به من ده نمیگویم. اون چیزی که در دیگران میبینی طمع نمیکنی. استغنا یعنی نبودن طمع به اون چیزی که در دیگران هست. اگر شرایط داری و به اون چیز نیاز داری بخر، حلالت بود. شرایط نداری، دیگر شرایط دارد، خورد خرید، صاحب خانه ماشینی شد، میگویی پروردگار به او داده است مبارکش باشد، برای من لازم نه اون چیزی که هست من به آن کفایت میکنم. انا این گونه نفران رو میگویند عزیز میشود. یعنی عزتی تو در پوشیدن نیست، در خانه های زیبایت نیست، در اون چیزی که به مردم تعریفش میکنی در آن نیست، اما عزتی تو در آن است که هرچی دارم شکر پروردگار، هرچی شما دارید مبارکتون باشد، برای من هرگز از آنتون بیده، از این بیده نمیگویم. و به همین جا نگاه کنیم وقتی میبینیم عزت عزیزان، ببینید از عادی ترین چیز، هر پدر و مادری که فرزندش زیاد طلب نمی کند در همه جا تعریفش میکند، شکر پروردگار فرزندی من این خر و اون خر نمیگوید، الکی کودک در خانه عزیز است. هر زنی که به شوهرش نمیگوید من باید این خورم اون خورم یا این پوشم اون پوشم، هر چیزی که در خانه است کفایه است، لباسی که من دارم شکر الله کفایه است، برای من پای افزال امسال لازم نیست، پای افزال کنه و ساله هم میشود. و زن چقدر در نزد شوهرش عزیز میشود. برعکس این هر شوهری که در خانه هر چیزی که است به آن قناعت میکند که شکر پروردگار همین را هم بوده است و آماده کرده، یا بیمار شد و آماده نکرده، یا کار دیگری پیدا شد با نان و چای هم میتوانم شب را روز کنم. چقدر وای شوهر را، یعنی بدبخترین زن باشد هم در همه جا تعریفش میکند که شکر پروردگار برای یک کاسه آش در خانه ما زنازنی نمیشود. و عروس هم عیناً همین گونه،
عروسی که طلبات زیاد از شوهر و خش و تبارش ندارد، اول شده شوهر عزتش میکند، بعدم خش و تبار که عروس ما خیلی قناعتمند است، یا مادری که پدری که نگاه کنید وقتی در حدیث شریف آمده است که تو عزیز میگردی، وقتی طمع زیاد نداری، طلبات زیاد نداری، عزیزی تو در خانه ات شروع می شود، در داخل خانه یک انسانی عزیز می شوی. برعکس اینکه وای از آنهایی که ندارند باز شکایت میکنند و شکایت بعضی زنها هرگز تمام نمیشه، هر کجا نشستن انا اینو اونو آن هست و در من نیست. شکایت بعضی مادرها هرگز تمام نمی شود، این همه فرزند دارم به من این نخریدن آن نخریدن. شکایت بعضی مردها هم تمام نمی شود، این است و این است و من باید از این هم صاحب می شدم ولی نشده ایستادم. این شکایت ها وقتی از بین رفت، وقتی همه درباره لباس و خوراکش تعریف کرد و شما گفتید هرچی هست تشکر به پروردگار و دیگر فکر هم نکردید، دیگر تماما نارضایی به تقدیر الله هم نکردید، به خانه آمده جنگ و جنجال هم نکردید که چرا فلانی ها صاحب شدند و من نشدم. این دیگر هم عزت نفس است، آرامش است و هم در بین مردم انسان عزیز می گردد. و چیزی دیگر این است که وقتی درباره چشم گرسنگی صحبت میکنیم، بعضی گمان میکنن چشم گرسنگی در کمبغلان میشوند، یعنی کمبغلان که اصلا ندارن چشمشون گرسنه است. ولی با چشم خود دیده ایستاده ایم که زیادی ثروتمندها چشم گرسنه تر هستند از فقیران. و چقدر فقیرهایی هستند که به اون چیزی که دارن قناعتمندند، تشکر میکنن و آنها اینقدر درباره این خوردن و آن پوشیدن و در این گونه ماشین سوار شدن و در این نمود خانه زندگی کردن فکر ندارن. حتی یک خانه کوچک باشد، یک ماشین عادی باشد، یک خوراک عادی تاجیکی باشد، یک لباس باشد که گرمم کند یا اینکه بدنم را بپوشاند کافی است. اما ثروتمندایی که اینقدر خانه دارد، اینقدر لباس دارد، اینقدر چیز دارد، باز یک خوراک را دید خودش را دیگر اداره کردن نمیتواند. چه خیلی پختی، من هم باید امروز بپزم، حتما باید نصفه شب هم باید پخته شود. در نفر یگون کیفی رو دید یا سونکه میگویم یا لباس دیگری دو، حتما من هم فردا میروم باید بخرم. چشم گرسنگی بر علا، سیر نشدن اینقدر داری سیر نمیشوید. برای همین هرگز گمان نکنیم که اگر ما ثروتمند شدیم ما چشممان دیگر گرسنه نمیشود. برای آن که ثروتمندی نشانه سیر بودن نیست و این مسئله اتفاق است. چگونه ای که مکان محبت، مکان اعتقاد، مکان کینه و حسادت در قلب انسان هست و در زبانش و چشمایش ظاهر می شود، قناعت یا اینکه عدم قناعت یعنی چشم گرسنگی هم مکانش در دل انسان است. و بای و کمبغل فرق نمی کند. چقدر بای و ثروتمندها هستند که در دلشان چشم گرسنگی جای شده ایستاده است و اونها دیگر سیر شدنی نیستند. سیر شدنی نیستن، همه چیز از آنشان هست. اون چیزی که در دست دارن اگر صرف کنن برای خودشان و نبیرهشان و عبیرهشان و دیگر تا 7 پشتی دیگری نسلشان میرسد، ولی باز هم در غارت مردم، در دزدی و در فکری از کجا چگونه پول درآورم و هیچ آرامش برای خود هیچ وقت جدا نمی کنن. برای همین پیامبر میگن، حدیث در بخاری است، لیس الغنی عن کثرت العرض. هرگز گمان نکنید که شما بای بودن شما، ثروتمندی شما از زیاد چیز داشتن و مال داشتن شما هست، ولکن الغنی غنی نفسی، ولیکن ثروتمندی وجدان است، ثروتمندی قلب است. وقتی گفتی در این یک مدتی کوتاه، اگر ما دنیا رو به نظر بگیریم عزیزان، از اون طرف آمدیم، یک مدتی کوتاه در این دنیا هستیم، پس از این وقت دیگر تمام نشدنی هست، ما به آخرت می رویم، دیگر قبر و برزخ و روز قیامت و دیگر جنت و دیگر دوامش تماما چی ندارد، زمان ندارد. ما در یک لحظات کوتاهی که در وقت مرگ انسان میفهمد و بنده هم هر وقت با یگان نفران کهنسال زندگی هم صحبت میشوم، همین سوال رو دادن رو دوست میدارم. با بیبی هایی که 80 ساله هستن، 70 ساله هستن، زیادی از 80 گذشته هستن، میگویم
به نظرتان عمرتان چه خیلی گذشت؟ میگن خیلی زود گذشت، گویا که دیروز کودک بودم، دیروز مثل تو جوان بودم، ببین امروز چی شدم. یعنی خیلی زود گذشت. پس این حیاتی زود گذری کمی که ما داریم می شود که از چقدر چیزها دست کشیم، اما به چقدر عملها، به چقدر زیروه یا درجه های بالایی انسانیت رفته برسیم. و به این فقط زمان انسان می رسد که قلب و وجدانی سیر داشته باشد، او وجوداً ثروتمند باشد و بگوید من نخورده هم می توانم، کم خورده هم می توانم، کم پوشیده هم می توانم، در مکانی کوچک خاکسارانه زندگی کرده می توانم، اما من عملهای زیاد کرده می توانم. با کدام از عالمی، با کدام از نفرانی که در زندگی پس از مرگ خود کنزها یا گفتیم دنیای حکمت و کتاب و پیشروی ترک کردن ببینید. من که زیادتر به زندگی علمای اسلام نگاه میکنم، از امام نووی شروع کرده تا ابن حجر و تا امام بخاری و مسلم و دیگر صحابگان، در زندگی امام نووی خوانده بودم به نزدیکی که هنوز به 50 نرسیده وفات میکنن و میگویند در یک روز شاید یک بار خوراک میخورد. همیشه میدیدیم که یا مینوشت یا چیزی میخوان یا مینوشت، اونی که شرح امام مسلم و اینقدر کتاب‌ها در فقه شافعی نوشته هستند. و اگر از این خواهشات مادی یک مسلمان همان گونه‌ای که پیامبرش، همان گونه‌ای که صحابگان دست بکشیدن دست بکشد، به بالاترین اوج عزت هم در نزد پروردگار و هم در جامعه می رسد و از درون خانه خود شروع کرده. پس اینجا حتما سوال می شود که پس مسلمه احمدی چیکار کنیم؟ چیکار کنیم که ما به این درجه برسیم که شکمی سیر داشته باشیم؟ معنای شکمی سیر این است که قناعتمند باشیم، چشم گرسنگی نکنیم، اگر نخوریم هم بگوییم همین یک برده نان که من یک روزم رو گذرانیده میتوانم. باور کنید اون همه که این ویتامین باشد، اون ویتامین در جسم تو باشد، تو باید در یک روز 5 بار بخوری، تو باید از اینو سپیده و دیگر 1001 نمود دیگر کالری ها بخوری. اینها همش در همین سالهای آخر پس از 1001 نمود بیماری پیدا شدن که تا 100 سال پیش حتی با یک برده نان هم میتوانستند مردها به جنگ بروند، زنها تا 5 تا 6 تا کودک کنند، تمام روز در صحرا کار کنند. و اینه که نه اگر همه اینها رو نخوری تو گویا به بیماری میرفته ای. خرافات بیش از آنهایی که امروزها خود را همچون یک طبیبی از حد برای سلامتی نگاه میکرده که خود رو معرفی میکنن، از زبان آنها میشنوید. وگرنه 100 سال پیش رو ببینید که مردم یا از این چیز خبر داشتن یا خبر ندارن. پس ما چی کار کنیم؟ هم در مسئله خوردن، هم در مسئله پوشیدن، هم عموما در زندگی ساده زندگی کنیم، همون گونه که پیامبرمون ساده زندگی کردن. حسن بصری میگویند من به خانه زنهای پیامبر داخل شدم و دستم به سقفشون میرسید، دستم به بامشون میرسید. یعنی اونقدر خانه پستکک بود، اون خانه های بلند و دیگر اگر نگاه کنی خیلی بالا نبود. و این چونین خیلی که گفتم همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم علل خصوص پس از مرگ پیامبر تقریبا با روزه و با عبادت و هرچی داشتن با صدقه که عمر کوتاه هست و ما زودتر شتاب کنیم میگذرانیدن که الان وقتی خوردن و پوشیدن و کیف و صفا کردن با مادیات نه، وقتی هست که باید ما با اعمال های صالح خود هم خود را پرورش کنیم، هم فایده همون به دیگران برسد. به این درجه چگونه انسان میتواند بیاید؟ به درجه که دیگر به کم خوردن هم قناعت کند، به کم پوشیدن هم، به ساده زندگی کردن هم. اگر زیادی دارد با آن پول چگونه میتواند به کسی کمک کند؟ حتی به فرزندان، به آینده فرزندان خود. تصور کنید در یک روز، در یک سال ما اگر از مقداری از خوردنی هایی که برای ما فایده ندارد، از قبیل شیرینی ها و دیگر نمودهای 1001 خوراکه مغازه یا بعضی پوشیدنی ها اگر دست کشیم برای هر یک دخترچه خود، که من زیاد میخوام برای دخترچه و پدر و مادران پسندازی داشته باشن که دخترکا وقتی شوهر میکنن دستی خالی نباشن، هرگز در دست خود مقدار مال خودشون باشد. ما چقدر میتوانیم برایشون پسنداز کنیم؟ اولین راه برای به این درجه رسیدن که من در تجربه خودم همین را دیدگی هستم، انسان فقط با نگاه کردن
به نفرانی که قناعتمند هستند میتواند. یعنی اولین وقتی که ما به مصر رفته بودیم و دیگر اوضاع تاجیکستان معلوم است و بنده خود هم عروس بودم و لباس و این چیزها همش خیلی مشهور است برای عروس های نو. وقتی پس از تقریبا 2 سال به خانه استادم رفته بودم، با اون که زنی بود که تا 100-200 نفر رو هم کمک مالی میکرد، هم به آنها درس میداد و هم خودش یک چند زبان میدونست، استاد بود. می دیدم که با شوهرش صبح یعنی پگاهی روزی می توانند فقط خرما و چای بخورند. شرط نبود این همه خوراک در خانه باشد. می گفت همین کفایه است، یک چند خرما میخورم، چای میخورم و همراهی تو دیگر به درس می رویم که ما همراه با درس دیگر داشتیم. بگاهی روزی ها هم که اکثریت در خانه ایشان بودم در درس ها، بعضا می شنیدم که شوهرش می گفت من روزدار هستم ولی تو از پای درس های خودت شب من یگان چیزی برای خود یعنی نان و پنیر چیزی از آشخانه میخورم. یعنی روزه دارم من باید چند نمود خوراک آماده کنم. اون شوهرش هم که یک مرد عادی نبود، در عین زمان هم در دین و هم در مهندسی بزرگ کامپیوتر بود. هرگز نشنیده بودم که وای من این خوراک رو باید پزم درس ما باید بر وقت تمام شود و که شوهرم روزه دار است شنیده نمیشد. کودکانش هم به این چیز عادت کرده بودند و در لباس پوشیدن میگفت اگر کسی از تاجیک ها سفر کند من میتوانم لباس های پوشیده او را بخرم تو که هم در این مسئله من به اسراف نروم، یعنی لباس نو چرا، و هم به یک خواهر مسلمان کمک کنم که لباس هایی که او دیگر پرتافته می روند من میخرم و از آن میپوشم. یعنی حیران میماندید به زنی که اون میتواند یعنی شرایط مالی دارد برای همه چیز، اما این گونه زندگی را برای خود انتخاب کرده بود و میتوانست این نمود زندگی کند. و در دیگر استادها هم عیناً همین چیز را دیده بودم که مثلا اینقدر شرایط خوب دارن اما می توانند با یک خوراک کمی، با یک لباسی که دیگر فرسوده است، از نمودش معلوم که این 2-3 ساله هست، با این زندگی کنند. و یعنی اولین راه در همین زندگی در شرایط حاضره ما این است که اگر میخواهیم قناعتمند باشیم، اگر میخواهیم چشم گرسنه نباشیم، با نفران زندگی کنیم که آنها چشم گرسنه نیستند. باور کنید اکثریت تقلیدها، اکثریت مشکلی ما از همین همنشینان بد است. میبینیم فلانی اینقدر چشم گرسنه است من هم باید مثل او باشم، گویا ما به او تقلید میکنیم. اما برعکس این، اگر زندگی رو اگر پیدا نکرده دربارش بخونید، اگر گفتید متاسفانه در اطراف من این گونه انسان وجود ندارد، که خیلی کم هستن این گونه انسان ها، دربارهشون بخونید. بهترین قصه ها قصه پیامبر است، قصه همسران پیامبر، صحابگان که دربارش شاید سالها صحبت کنیم هم تمام نشود. چیز دیگر البته چه خیلی که گفتم این است که باید فکر کنیم عزیزان وقتی از دنیا می رویم نه در دنیا چی پوشیدی چی خوردی خوراکات با لذت بود پرسیده نمی شود، در کدام خانه زندگی کردی. از ما فقط درباره عملهایمان پرسیده می شود. امروز ما چی خوردیم، همین روز من چی باید بخورم بود نخوردم، این گونه فکرها به جای به سر ما آمدن. یا فردا باید چی خوریم اویلوی خورسندانه، بیاید فکر کنیم که ما چی عمل امروز انجام دادیم و فردا باید چی عمل انجام دهیم. و در این وقت همیم و غمیم و هدف اصلی ما کاری رو کردن که هر کاری ثوابی که شما به خاطر الله میکنید او به فایده خودتان و به فایده جامعه است. اسلام یگان کاری رو نگفته است که شما اگر کردید به جامعه ضرر میرسونید. این گونه عمل وجود ندارد. اگر کسی گفت انا این رو اسلام گفته است بکنید اما به جامعه ضرر دارد، بیاید بگوید حتما سر این مسئله همراهش میتوانم مناقشه کنم. یعنی هر عملی که اسلام گفته است این رو انجام دهید آن مطلقا برای جامعه فایده دارد. پس بیاید عملهای رو فکر کنیم که ما چیکار کرده میتوانیم. انا این گونه شما چقدر هم و غم و دیگر پیشرویتون دیگر میشود. و البته که مسئله دیگر مسئله اینه که ما در دنیای هستیم که یک ایستگاه هست، ایستگاهی که خیلی و خیلی مدتش کم است. امروز شاید با شما صحبت میکنم پس از چند سال من نیستم و دیگرها میبینن. پس بدونید که برای دنیا ما برای خوردن و پوشیدن و خوشبو زندگی کردن نآمدیم. و در ما حدیث پیامبر است، فقط سندش در خاطرم نیست، که چگونه که مسافر برای خود توشه میگیرد این گونه توشه گیرید میگویند. برای همین سلمان فارسی وقتی بیمار بودن، آن هم در بستر مرگ، وقتی به نزدشان سعد برای عیادت می آیند، سلمان خیلی گریه میکنند و سعد میگویند سلمان برادرم تو پیامبر را دیدی، تو در این جنگ ها اشتراک کردی، تو مسلمان شدی، این گریه چرا؟
دیگر خوش باش، خوش به حالت که تو مسلمان بودی و مسلمان از دنیا رفته ایستاده، چرا اینقدر بخوری گریه میکنی؟ سلمان میگویند سعد برادرم مگر فراموش کردی پیامبر وقتی از دنیا رفتن در خانهشان یگان تنگه وجود نداشت و پیامبر به ما گفته بودند که از دنیا به مقدار توشه راه به خود جمع کنید. ما چیکار کردیم؟ الان در خانه من مولی هست، من صاحب بعضی ثروت هستم، من چگونه میتوانم با پیامبر روبرو شوم در حالی که وصیت پیامبر رو عملی کرده نتوانستم؟ یعنی پس از مرگ خود من چی ها مانده رفته ایستادم و من چی کار کردم، در حالی که به زندگی اگر سلمان فارسی سر بزده میبینیم که بجز نکوکاری و سخاوت و جنگ در راه الله و نبرد چیزی دیگری نبود. اون هم این گونه از اون مالی که کمی باشد در خانه داشتن از اون ترسیده بودن. اما هرگز سخنهای من عزیزان معنای این رو ندارد که شما هیچ نخورید، هیچ نپوشید، در خانه های خاک‌آلود زندگی کنید. نه، این نه. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، همش باید به مقدار احتیاج و ضرورات و اونی که برای شما کفایه است باشد، از اون زیاد نباشد وگرنه ما را به هلاکت میبرد. این بود برنامه امروزه من. تا برنامه های دیگر در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.